آقا من یه 2 روز توی شرکتی توی اتریش مشغول به کار شدم که یه چیز جالب دیدم. اینجا سرویس های بهداشتی شونه که این قسمت مردونه است و اینجا که توالت های فرنگی و قسمت سرپایی داره و یه چیز جالب و اینجا این دستشویی هم مال کسای معلولینه که با ویلچر هستن یا مشکل دارن که قسمت معلولینه و جالبتر از همه یه قسمتی هست که اینجاست. اینم عکس رو درشه. وارد میشیم و دستشویی به سبک آسیایی و یعنی که با سمت دستشویی